دوستان چطورید؟ من امیرجیارس هستم و خوش اومدید به چنل خودتون. امروز قراره که یه بازی جذاب یا یه مود جذابی رو برای شما بریم. پس لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه که ما دیلی آپلود داریم و هر روز برای شما یه ویدیوی جذاب یا یه مود جذابی برای شما میذاریم. چنل تلگرامی هم که یه سر بزنو که مودامون رو همیشه اونجا میذاریم و آموزشش رو تو این چنل. پس بریم ویدیو رو ببینیم. بچه تو این ویدیو سعی کن نخندی داریم، همونطور که از تایتل فهمیدید به صورت خودم هم این تو هست. بریم تماشا کنیم. کی دیگه؟ بفرمایید. برای چی فوت میکنی؟ اگه مزاحمی یه فوت کن، اگه دختری میخوای با هم دوستی 2 تا فوت کن. اگه زشتی یه فوت کن، اگه خوشگلی 2 تا فوت. اگه دوست نداری با هم قرار بذاری یه فوت کن، اگه دوست داری با هم قرار بذاریم 2 تا فوت کن. ساعت چنده؟ 12. من ظهر نهار میخوام برم رستوران، اگه نمیتونی بیای یه فوت کن، اگه میتونی بیای 2 تا فوت. عشقم الان سر ظهر کجا میری؟ قرار کاری دارم، اینقدر سوال نپرس. برای ظهر نهار نمیای خونه؟ اگه نمیای یه فوت کن، اگه میای 2 تا فوت. عشقم جونم یه چالش بگم؟ بگو. خوشگل ترین دختر دنیا رو میبوسی و 1 میلیون میگیری یا منو میبوسی و 50,000 تومان میگیری؟ تو رو میبوسم و 1,050,000 میگیرم. وای بابایی منی. بابایی پدرته. این مسخره بازی چیه؟ عشقم خوبی؟ بعدت بشه عمه جان. اتفاقا مامانم هم سلام رسون. سلامت باشه. کم پیدای عمه جان. کم سعادتیم دیگه، چیکار کنیم؟ کجا میری پسرمه؟ الو ماما. هی میگی چرا نمیری خونه عمت با پسر عمت PS5 بازی کنی؟ نمیدونی الان این داره چی کار میکنه؟ صداشو میشنوی؟ همینقدر بهت بگم که یه موجود ناشناخته‌ایه که رو به انقراضه. بابا چیه این آخه؟ بیام من PS5 بازی کنم. آن دیگه نگی بیام اینجا. خوبی؟ بعدت بشه. توجه کردین؟ هر چی پیج ضعیف‌تر پسر آدم حسابی‌تر. مثلا ماهی که گاهی پیجمون آمار خوب میگیره، جز پیجای قویه، آدم ناحسابی، اصلا دودکش دو عالم. جدیدن خیلی دارن راجع به پسرا، از طرف پسرا چرت میگن. ببخشید اینجوری میگم چون اینا رو میبینم واقعا یه حالی میشم. مامان جان یه چیز اینترنتی سفارش میدی برای مهمونا؟ باشه الان سفارش میدم. سفارش دادم. چی سفارش دادی؟ تاکسی اینترنتی. عافیت باشی. سلامت باشی. تو کی؟ جن. بسم الله. عافیت باشی. سلامت باشی. تو کی؟ جن. بسم الله. نام 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 ببین آقا مهدی، ما رسممونه که 3 تیکه از جایزیه پای دوماده، لوازم آشپزخونه و لوازم برقی و لوازم چوبی. فکر کنم فقط شما ناخونگیر میاری و کلیپس و دمپایی. آره یعنی چی؟ ببین آقا مهدی، ما دهه 60 و دهه 70 یادشونه وقتی بچه بودیم میبردنمون حموم، یه کاسه آب میریختن رو کلمون، میگفتن برو اونجا بشین خیس بخوری. مگه فرشی؟ دهه میگم بود شبیهت ولی من که ندیدم، گذاشتم ساده به هرکی که رسیدم.
چی شده عمو جان؟ هیچی عمو جان، یه فلش داشتم 68 گیگ. امروز گم کردم، اصلا هر چی میگردم پیدا نمیکنم. ان شاءالله پیدا میشه عمو جان. ان شاءالله. چه خبر؟ پسرت چیکار میکنه؟ پسرم که میگه مدرسه تیزهوشانو میخوام ول کنم لوله کش بشن. امشب در سر شوری دارد. یعنی چی؟ من نمیفهمم قربونت یعنی چی برم. نداره؟ تو نباید بری بهش. خب چرا؟ چون اونجا حوری و پری زیاد داره. یعنی چی؟ بیا این مشروب بخور بدو. نمیخوام بخورم، دوست من ندارم. نمیدونم، تو باید بری جهنم. همینه که هست. میگم خب عقل نداره دیگه، برم جهنم. اونجا جنیفر لوپز داره، کایلی جنر داره، ایرنا شایک زن سابق رونالدو. نه جدی میگی؟ خیلی خب باشه، به زنگ میزنم. خداحافظ. رفقا هر چی لباس پاییزی خریدید یا دارید جمع کنید، پاییز کنسله. یکی از دوستان استوری گذاشته عشقم رفت پاییز رو هم با خودش برد. یه زمان نساستیم ولی خودی اللهنیم. یه زمانش رفیقم 500,000 تومان داده یه چاقو خریده گذاشته جیبش. هیچی دیگه. دیروز خفتش کردن چاقوشو بردن. رفیقم 500,000 تومان داده یه چاقو خریده گذاشته جیبش. هیچی دیگه. دیروز خفت